تازه اینو بهتون نگفتم. وای این رفیقت خیلی با ما یه مزه است. همسایه داریم کلش تاسه، چند وقت پیش از پله ها افتاد جفشیش اومد. بس کن بابا محمد. چی کارش داری با مزه به است؟ نظر شما چرا خارجی ها فقط تولد مسیح رو جشن میگیرن؟ چرا؟ چون آرش شیپی رو دوست ندارن. محمد جان بی خیال شد داداش. امان از این جوونای حسود. بابا چی کارش داری عزیزم پاشو یه بچه؟ لحظه بیا این ور. بیا از بیا پیاده اینجا. رو برین. ببخش سلام میایم. بابا اینقدر بهش نخند، تو نمیدونی محمد چه موجودیه. چه موجودیه مگه؟ شعبد بازی محمد یا در آوردن شکلک، واسه اینه که تو بخندی خیلی ضعف دار محمد، خیلی ضعف اون محمد. واسه اونه تا به کارش تو بخندی، که اگه اینو بدونی تو به محمد نمیخندی، تو به محمد نمیخندی. دیگه به محمد نخندی. ببخشید محمد اصفهانی 33 پلش کجا میشه؟